نادانی، ستم، اختلاف، جنگ، شرک و گمراهی از ویژگی‌های بارز آن روزگار بود. بتپرستی، میگساری، قماربازی، پوشگرایی و استبداد موج می‌زد. تعصبات نژادی و قبیله‌ای بیداد می‌کرد. غارتگری، چپاول و راهزنی امان انسان‌ها را بریده بود. هیچ نشانی از امنیت، نظام، حکومت و قانون وجود نداشت. انسانیت به قدر سنگدل شده بود که دختران را زنده به گور می‌کرد و از ترس فقر و افلاس فرزندان را می‌کشت. زنان از هیچ ارزش اجتماعی برخوردار نبودند. تمامی مذاهب بزرگ جهان و کتب دینی قدیم دستخوش تحریف گشته، ماهیت و روح اصلی خود را از دست داده بود. ارزش‌هایی که پیامبران الهی برای بشریت به ارمغان آورده بود، زیر آوار خرافه‌ها مدفون و توحید خالص برای الله پشت ابرهای متراکم ناپدید گشته بود. جهان بر لبه پرتگاهی از آتش قرار داشت و بشریت با سرعت سرسام آور به سوی خودکشی در حال حرکت بود تا اینکه منت و احسان الله متعال شامل حال بشریت گردید. نور درخشید و صبح سعادت طلوع نمود تا نابودی و محو این تاریکی ها را آغاز نماید. آری محمد صلی الله علیه و سلم آخرین سفیر الهی مبعوث گردید و برای بشریت ارمغان‌های ارزنده، عطایای جاویدان و هدیه‌های تازه آورد. محمد صلی الله علیه و سلم آمد و صفحه جدیدی در کارنامه بشریت رقم زد که در آن بشریت به برادری و برابری، رفعت و بزرگی، فرهنگ و تمدن، اخلاص و ربانیت و تعهد اخلاقی و اجتماعی دست یافت. عدالت در اجتماع حاکم گشت و بساط ظلم و استبداد و فساد برچیده شد. مردم از بندگی بندگان رهیدند و به الله یگانه رسیدند. محمد صلی الله علیه و سلم در کالبد پژمرده بشریت روحیه و نشاط، همت و بلندنگری و عزت و کرامت به وجود آورد. با آمدن محمد صلی الله علیه و سلم بشریت از یک فصل خشک و پاییزی به فصل گل و بهار منتقل شد. طبیعت ها عوض شد. دلها با حرارت ایمان و نوری مهر و عاطفه نشاط گرفت. عقلها با نور ایمان روشنی و ضیا گرفت. سرمستی تازه‌ای به انسانیت دست داد و با طعم و مزه بی سابقه آشنا شد.